چرا جلبک اسپیرولینا از این حالت یعنی حالت مارپیچ و هلیکس به این حالت یعنی حالت صاف و خطی در میاد؟ اگه مطمئن هستید که جلبک شما آلودگی نداره، عوامل محیطی مثل دما میتونن روی شکل حالت مارپیچ جلبک تاثیر بذارن، یا اگه ما از محیط مایع جلبکمون رو بیاریم توی محیط جامد روی پلیت آگار، این اتفاق میفته. ولی توی این شرایط جلبک وقتی برگرده به حالت عادی به صورت مارپیچ در میاد، یعنی از جامد بیاریمش دوباره تو مایع یا دما برگرده سر جاش، اون شکل جلبک برمیگرده. ولی توی مواردی هم این روند برگشت ناپذیره. وقتی که اشعه یووی به جلبک مثلا بخوره یا یک عامل محیطی باعث جهش ژنتیکی توی جلبک بشه، اون جلبک خطی هیچ وقت به حالت مارپیچ بر نمیگرده. نکته جالب اینجاست که اون جلبک خطی که به وجود اومده که از خود همین جلبک اسپیرولینا هست و ناخالصی نیست، یه رقابتی بینشون ایجاد میشه، بین مارپیچ ها و صاف ها، و کل اون کالچرمون، کل اون کشتمون میره به سمت خطی شدن. حالا واسه اینکه این اتفاق نیفته بهتره که تمام عوامل محیطی رو کنترل بکنیم و اینکه از استوک‌های استفاده بکنیم که به این جهش مقاوم‌تر هستن. اگه دنبال نکات آموزشی راجع به جلبک اسپیرولینا هستید، حتما پیج منو دنبال کنید.